شما در حال مشاهده پروفسور کوین والس، استاد حقوق بشر و بردهداری در دانشگاه ناتینگهام هستید. کسی که برای انجام تحقیقاتش به 5 کشور جهان در 4 قاره سفر کرده و با بردگان و برده فروشان مصاحبه داشته. تعریفی که والس از بردهداری ارائه میده همون تعریف معروفه. بردهداری یعنی اشخاص به صورت روزانه به انجام کاری بدون دستمزد اجبار میشن و در اثنای کارشون شکنجه شده و نمیتونن از مالکانشون بگریزن. والس به این نتیجه رسیده که بیش از 27 میلیون برده در جهان تا سال 2010 وجود داشته است. 27 میلیون نفر تعداد کمی نیست. بلخص در جهانی که بردهداری را جرم می‌دانند. این عدد حتی از طریق سیاه‌پوستانی که در دوران بردهداری و به مدت 400 سال از طریق اقیانوس اطلس به آمریکا برده می‌شدند نیز بیشتر است. جالب اینجاست که قیمت بردگان در گذشته بسیار بیشتر از قیمت حال حاضر آنهاست. استاد بلیس میگوید ارزش برده از 4000 سال پیش تا قبل از دوران معاصر حدود 40,000 دلار بوده، اما امروزه ارزش هر برده به حدود 90 دلار رسیده و ارزش بازار بردهداری سالانه حدود 40 میلیارد دلار می باشد. این در حالی است که ارزش مالی هر برده به 1/4000 گذشته رسیده. اطلاعاتی که به ظاهر جدید و ناراحت کننده می نماید و در عین حال حقیقتی است که علم انسان شناسی و تاریخ به ما می گوید و نشان می دهد که برخلاف تصور ما بردهداری در دوران معاصر به پایان نرسیده و با وجود شعارهای دلفریب مدرنیته پیرامون انسان و حقوق بشر و کرامت انسانی همچنان ادامه دارد. بردهداری از منظر تمدن‌های قدیم بشری. بردهداری به تاریخ بشر گره خورده و مختص به تمدنی خاص یا دینی مشخص نیست. غالب تمدن‌ها با توجه به دیدگاهی که پیرامون ذات بشر داشتند با بردهداری تعامل می‌کردند. از این جهت رابرت فوگل، مورخ اقتصاد آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید از 3000 سال پیش از زمان موسی و تا قرن 17 میلادی تمام دولتمردان، فلاسفه، علمای ادیان و نویسندگان و منتقدین تمام آنها عملاً وجود برده را پذیرفته بودند. کلمه پذیرفتن را عمدن انتخاب نمودم تا بگویم که هیچ انسان مهم یا متفکری نه عذرخواهی نموده، نه اظهار مخالفت کرده و نه حتی در سیستم بردهداری درنگ نموده و چون تحت فشار خطا دانستن بردهداری نبوده‌اند مجبور به این کار نیز نشده‌اند. نظریه ارسطو پیرامون ماهیت استبداد در زمانهای گذشته به هر جایی سرایت کرده بود. از منظر او بردهداری نه تنها ضروری است بلکه عادلانه نیز میباشد. این نظریه اما مختص به ارسطو نیست. افلاطون نیز همان را میگوید و در تمام دوران قرون وسطی نیز ادامه داشت و پایه این نظریه مطابق نظر پروفسور پیتر گارنسی استاد تاریخ کلاسیک در دانشگاه کمبریج این است که افرادی وجود دارند که به منطق سالم نیازمندند، به انسان‌هایی محتاجند که از لحاظ فکری یا اخلاقی از آنان بالاترند و این نیازمندی در ارتباط برده با آقایش خودنمایی می‌کند. این چنین ارتباط میان برده با آقایش بدون هیچ تبصره‌ای مشخص گشت و بردهداری تبدیل به رکنی اساسی در اقتصاد امپراتوری‌های باستان شد. گارنسی می‌نویسد مسیحیان انگیزه خیش برای ارائه چارچوبی نظری و قانونی پیرامون بردهداری را آنگونه که شایسته پرداختن به آن بود از دست داده بود. به همان گونه که مشغول به مسائل اخلاقی و روحانی بودند، این رویکردی کلی در میان همه متفکرین پس از ارسطو بود، تا جایی که برخی از آنان در تشویقشان بر نیکی به بردگان زیاده روی کرده و در مقابل نیز بردگان را به اطاعت از اربابانشان تشویق می‌کردند. دوران معاصر و بردهداری. این تصورات مربوط به بردهداری منحصر به متفکرین قرون وسطی نبوده، بلکه فلاسفه عصر روشنگری را نیز با وجود سخنانشان پیرامون آزادی آلوده کرده. با این تفاوت که این آزادی و بردگی با توجه به دید کلی جامعه پیرامون برتری نژاد سفیدپوست مختص نژادی مشخص بوده. به همین دلیل استاد دانشگاه اوترخت پروفسور کریس مینز پیرامون سبب بی‌توجهی فلاسفه به بردهداری می‌نویسد پاسخ
پاسخ به علت سخن نگفتن فلاسفه و اظهار نظر پیرامون بردهداری، سببش همخوانی نداشتن آن نظرات با انتظاری است که از داستان پیدایش علوم جدید داریم. نویسندگان عصر جدید با آزادی کامل علم و فلسفه را برای ترویج توجیه ظاهری بردهداری مورد استفاده قرار دادند و چون این داستان‌هایی تصویر فرهنگ اصیل و دوست داشتنیمان را خدشه‌دار می‌کنند. گاهی تاریخ فلسفه به سرعت به حقیقتی زشت تبدیل می‌گردد. وی در ادامه میگوید اگر سرخپوستان آمریکا و آفریقایی ها انسان‌های تکامل یافته نیستند، پس اشکالی در بدرفتاری با آنها، بهره برداری از بدن و سرمایه‌هایشان و شکستن پیوندهای خانوادگیشان و محو خاطرات شخصی آنها وجود ندارد. اروپاییان مفهوم تیره و نژاد را برای توجیه به بردگی کشیدن اختراع کردند و آن را علم نامیدند. و اگر بخواهیم مثالی بارز برای بیان این دیدگاه داشته باشیم، میتوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان لیبرالیسم غربی را مثال زد. جان لاک، فیلسوف انگلیسی، مدافع آزادی و نویسنده مقاله‌ای پایه‌ای در مکتب لیبرالی به نام نامه‌ای در باب تساهل، در حالی که او از جمله قانونگذاران دستورنامه‌ای به نام کارولینا در قرن 17 میلادی است که در بند 110 آن چنین نوشته شده: هر انسان آزادی در ایالت کارولینا قدرت و مالکیت مطلق بر بردگان سیاه‌پوست دارد و هر گزینه دیگری به معنای دخالت در مالکیت شخصی بردهدار خواهد بود. اما دیوید هیوم، فیلسوف قرن 18 میلادی، در توجیه به بردگی گرفتن آفریقاییان میگوید هیچ امت متمدنی در میان رنگ‌های مختلف پوست جز سفید پوستان وجود ندارد. حتی هیچ انسان شناخته شده‌ای چه در حرفه و چه در تفکر نیز وجود ندارد. سوای بر مستعمراتمان در تمام قسمت‌های اروپا سیاه پوستان زندگی می‌کنند و در هیچ کدامشان نشانه نبوغ دیده نشده است. با وجود اینکه بسیاری از سفید پوستان از طبقات فقیرند، اما به لطف موهبت‌های استثنائیشان به مناصب محترمانه‌ای در جهان رسیدند. حتی فیلسوف آلمانی مشهور امانوئل کانت، پرچمدار فلسفه اخلاقی، نه تنها به برتری سفیدپوستان بر باقی نژادها اکتفا نمی‌کند، بلکه توصیه به استفاده از چوب بامبو به جای تازیانه می‌کند تا سیاه‌پوستان به هنگام آموختن وظایفشان درد بیشتری بکشند، زیرا پوست سیاه‌پوست ضخیم است. و فراموش نکند تشویق به استفاده از چوب بامبو به جهت هلاک نگشتن سیاه‌پوستان است. کانت معتقد بود سیاه‌پوستان تنها در سطح نوکر و برده بودن قابلیت آموختن دارند. شبیه این ادعاها را ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی، به هنگام توجیه و تایید نظریه نژادهای مختلف دارد. چیزی که سبب جنگ جهانی اول گشت، سببش برتری خواهی نژاد سفید بر باقی تیره‌ها بود. پس برده از سپید دم تاریخ وجود داشته و هر تمدن و قومی به صورت واقع بینانه با آن در تعامل بوده و در چارچوب موقعیت خویش به آن می‌نگریستند و مختص به هیچ قوم یا نژاد یا دین خاصی نبوده. حتی در قرن‌های گذشته، جایی که فلسفه لیبرالی و منادیان آزادی وجود داشته‌اند نیز در نظریه‌های فلاسفه جایگاه خودش را داشته است و الغای آن نیز سببش نظریه‌های فلاسفه نبود، بلکه تحولات سیاسی بوده که نظریه‌های جدید فلسفی را به دنبال داشته و برعکس نبود. حتی پس از الغای بردهداری توسط ابراهام لینکلن، ما شاهد بیشتر شدن درصد جنایت در محله‌های برده‌نشین بودیم، زیرا الغای بردهداری سبب تغییر وضع اجتماعی بردگان نبوده است و این چالش‌ها سبب شده متفکرینی امثال روژه گارودی مدعی باشند از بزرگترین انگیزه‌های آزادی بردگان در غرب انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی بوده و اساساً برخواسته از مسئله حقوق بشری نبوده است و با ازدیاد سلطه دولت‌های عصر جدید در زندگی مردم و سیطره نمونه‌های اقتصادی و فکری غربی مختلف در زندگی بشر، بردگی نیز از ساختار گذشته‌اش خارج شده و تبدیل به مراقبت دائم دولت و قانونمداری کامل در تمام جوانب زندگی گشته است و توده‌ها گاهی به زیر یوغ بردگی دولت‌های کمونیستی کشیده می‌شوند و هیچ کس حق انجام کاری که دوست دارد را ندارد و حتی امکان نقل مکان کردن به سرزمینی که می‌پسندند را ندارند و عصر کمونیست به عصر به بردگی گرفتن همه مردم تبدیل می‌شود. اگرچه که به آنان لفظ برده اطلاق نمی‌شود، گاهی نیز این بردهداری خویشتن را به صورت بازارهای سرمایه‌داری نشان می‌دهد که زندگی بشر را به بردگی گرفته، جایی که توده‌های مردم برای درآمد روزانه‌شان روزهای
بقیه عمرشان سرقت می‌شود. اما اسلام از منظر دیگری به برده نگریسته و به نسبت انسان‌ها و وضعیت بشریشان در طی قرن‌های متمادی بسیار صادقانه عمل کرده و این مسئله است که به زودی به آن خواهیم پرداخت. اما جواب این سوال که ارتباط اسلام با بردهداری چیست را به زودی خواهیم دانست. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.